چگونه می توانیم یک معامله را در برنامه متاتریدر 5 روی دستگاه‌های اندروید باز کنیم؟ برای باز کردن یک معامله در برنامه متاتریدر 5 در دستگاه‌های اندروید به تب کوتس در منوی پایین مراجعه کرده و کد معاملاتی ابزار مورد نظر خود را برای معامله پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. سپس از گزینه‌هایی که ظاهر می‌شوند، دکمه نیو اوردر را انتخاب کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، بسته به ترجیح معامله‌گر از دکمه‌های تیک پروفیت یا TP و استاپ لاس یا SL برای تعیین قیمتی که معامله باید در آن بسته شود استفاده کنید. این مقادیر اختیاری هستند و می‌توانند پس از باز کردن معامله نیز اضافه یا تغییر داده شوند. با توجه به نسبت اهرم ابزار و اندازه معامله مورد نظر، مقدار لات انتخاب می‌شود. اگر پیشبینی معامله افزایش قیمت باشد، روی دکمه بای کلیک کنید. اگر پیشبینی معامله کاهش قیمت باشد، دکمه سل را کلیک کنید تا سفارش به صورت فوری ثبت شود. معامله‌گر همچنین می‌تواند بدون انتظار برای رسیدن به مقادیر تیک پروفیت و استاپ لاس سفارش را در صورت تمایل ببندد.